سلام دوستان، به کانال خودتون خوش آمدید. امروز میخوام 10 تا از عجیبترین و جنجالی ترین رسوم ازدواج در سراسر دنیا رو براتون بگم که بعضی هاشون جنبه جنسی خیلی قوی دارن و باور کردنی نیستن. این رسوم ها گاهی شوکه کننده اند، گاهی خنده‌دار، ولی همشون بخشی از فرهنگ های مختلفن. آماده اید؟ پس بزن بریم. فقط یادتون باشه اینها رسوم قدیمی یا خاص قبیله‌ای هستن و امروز خیلی جاها تحریک کردن. اولین مورد، در بعضی گزارش‌های قدیمی از قبایل بومی استرالیا گفته میشه که عروس و داماد دقیقاً وسط از جشن روی حصیری که پهن کردن جلوی چشم همه مهمان‌ها اولین رابطه‌شون رو انجام میدادن. این کار نشون دهنده شجاعت و شروع از زندگی بدون خجالت بوده. باور میکنید؟ 2. در شهر کالی کلمبیا مادر عروس توی اتاق زفاف میمونه و اولین شب دخترش رو کامل نظارت میکنه. هدفش اینه که مطمئن بشه همه چیز درست پیش میره و دخترش آسیب نمیبینه. یه جور حمایت مادرانه خیلی شدیده. سومی فرهنگ مربوط به قبیله ماسایی کنیا. پدر عروس قبل از تحویل دادن دخترش روی سر و سینه‌اش تف میکنه. این کار در فرهنگ ماسایی برکت میاره، باروری رو افزایش میده و جذابیت جنسی برای زندگی هر دو نفر رو میخواد. بوسه های عجیب و جنجالی مهمان های مجرد در سوئد. اگر داماد حتی 1 دقیقه از سالن بره بیرون، همه مردهای مجرد میان و عروس رو میبوسند. گاهی بوسه های عمیق‌تر. اگر عروس بره بیرون، زنهای مجرد داماد رو میبوسند. 5. مورد، آموزش شب زفاف توسط زن مسن. در آفریقای شرقی یک زن بزرگتر قبیله عروس و داماد رو تا تخت میبره و اگر لازم باشه کنارشون میمونه تا راهنمایی کنه چطور رابطه رو شروع کنم. تقریبا میشه گفت یک جور کلاس خصوصی سنتی هستش. یکی دیگه از عجیب‌ترین فرهنگ ها مربوط به کره جنوبی هستش. بعد از مراسم عروسی دوستان داماد پاهای داماد رو میبندن و با ماهی خشک کف پاهاش رو میزنن. باور داره این کار استقامت جنسی و قدرت باروری رو چند برابر میکنه. عجیب نیست؟